درود بر شما. یکی از دغدغه‌هایی که در بتون‌ریزی‌های حجیم در ابرپروژه‌ها مثل پروژه‌های سدسازی یا حتی فونداسیون برخی از ابرسازهای شهری وجود داره، کنترل گرمای واکنش در این نوع از بتون‌ریزی هاست. گرمای بیش از حد در بتون‌ریزی‌های حجیم میتونه آسیب برسونه به پایایی بتون در دراز مدت. بنابراین استفاده از سیمان تیپ 4 توصیه میشه که متاسفانه با توجه به عدم دسترسی در بسیاری از مناطق به این نوع از سیمان در کشور، این سوال پیش میاد که چه بکنیم. یکی از راه‌ها کاهش مقدار سیمان در این نوع از بتون‌ریزی هاست. با استفاده از انواع فوق‌العاده کننده ها میشه بدون اینکه آسیبی به بتون تازه برسه مقدار سیمان رو تا حد زیادی کاهش داد و در نتیجه گرمازایی کمتری رو در بتون تجربه کرد. استفاده از انواع کندگیر کننده ها در سنین ابتدایی بتون حتما توصیه میشه که سرعت واکنش رو کنترل میکنه.